سلام و شما. همیشه سلامت باشن. سوال بپرسن تا جواب پیدا کنن. واکسین کووید 19 برای زنان باردار یا حامله هیچ خطری نداره. واکسین کووید 19 برای زنانی که می‌خواهند در آینده حامله بشن نقص خطری نداره. واکسین کووید 19 به سقط جنین اصلا خطری نداره. واکسین کووید 19 برای زنانی که شیر میدن به نوزادی تازه متولد اصلا خطری نداره. در برابری محافظت به جنین میکنه. همه افراد 6 ماه تا سن بالا واجب و شرایط دریافت واکسین بکنن. برای کسب اطلاعاتی بهتر به cdc.gov متوجه باشند.